سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به قسمت دوم از پادکست کد سفید. ما در قسمت قبلی با آقای دکتر قیاسی درباره بازار سلامت، مفاهیم مختلفی که بعضن جاهای مختلف به گوشمون خورده صحبت کردیم و ازشون دعوت کردیم که در قسمت دوم بیشتر و مفصلتر درباره چیزهایی که در اپیزود اول صحبت کردیم دربارهشون و برای شما هم جذاب بود و خیلی هاتون راجبش سوال داشتید و خواسته بودید که بیشتر و عمیق‌تر دربارهش صحبت کنیم، اینجا هستیم که بتونیم مباحث رو باز کنیم و بیشتر گپ بزنیم. همونطور که در ابتدای اپیزود اول خدمتتون گفتم، اسپانسر پادکست کد سفید مجموعه زبان انگلیسی عماد جعفری هست. مجموعه‌ای که در حوزه علوم پزشکی به صورت تخصصی کار میکنه و اگر در هر کدوم از آزمون‌هایی که در حوزه وزارت بهداشت برگزار میشه، چه آزمون ارشد، آزمون‌های دکترا، DPT و هر آزمون دیگه‌ای، بخش زبانش رو میتونید روی مجموعه زبان عماد جعفری حساب کنید. مجموعه‌ای که تو سالهای گذشته دانشجوها با حساب کردن روش تونستن درصدهای بالایی رو توی آزمون‌های مختلف در درس زبان کسب کنن. اما بریم سراغ قسمت دوم، جایی که می‌خوایم بیشتر درباره بازار صحبت کنیم. کلمه‌ای که خیلی تکرار شد توی اپیزود قبلی و بحث جذابی خواهیم داشت با آقای دکتر قیاسی. آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم. سلام آقای ارکی عزیز، صابر جان. خیلی خوشحالم که دوباره تو فضای کد سفید هستم و میتونم از نزدیک با شما و با همه دوستانم در جامعه علوم پزشکی صحبت بکنیم و این دفعه یکم بیشتر و دقیق‌تر در مورد بازار سلامت صحبت بکنیم. بریم سراغ گفتگومون و از اونجایی شروع کنیم که خود این بازار رو بیایم یکم بیشتر بشناسیم و عمیق‌تر شیم روش و ببینیم مثلا چه ابعاد و اجزایی داره و یکم مفصل‌تر درباره‌اش صحبت کنیم برای دوستانی که شاید به گوششون خورده و الان کنجکاون که عمیق‌تر راجبش بدونن. بله. ابتدا ما بازار سلامت رو اول یه تعریف داشته باشیم ازش. دفعه قبلی عرض کردم خدمتتون که این بازار هم مثل بقیه بازارها از دو بعد عرضه و تقاضا تشکیل شده. خب بازار سلامت هم مستثنا از قوانین بازار و مستثنا از قوانین مالی نیست. ما در بعد عرضه ارائه دهنده یا تولید کننده های خدمات سلامت رو داریم که میشن همون جامعه پزشکی در بخش تشخیص و درمان. و در بعد تقاضا افراد و مردمی هستند که برای گرفتن این خدمات مراجعه میکنن به مراکز درمانی در بعد درمان یا به داروخانه ها، به قسمت‌های تجهیزات پزشکی و فروشگاه‌های تجهیزات پزشکی برای اینکه نیازشون رو اونجا تأمین بکنن. خب بازار سلامت متاسفانه با توجه به گذشته‌ای که ما ازش میشناختیم، مخصوصاً عوام فقط فکر میکنن که در بخش بهداشت و درمان خلاصه میشه. حالا درمان، تشخیص و درمان در کنار هم توأم با. بله. ولی واقعیت این هستش که امروز بازار سلامت یک بازار گسترده و وسیعه و از خدمات بسیار زیادی تشکیل شده. بعضی از این خدمات از دید هم مصرف کننده و هم ارائه دهنده مخفول واقع شده. به خاطر همین هم هنوز بعضی از دوستان فکر میکنن که این بازار یک ظرفیت کم داره، در صورتی که یکی از بزرگترین بازارها در تمام دنیا و در کشور ما بازار سلامت است. خب یه تعریفی رو من همیشه از بازار سلامت یا به نوعی از همون رشته مدیریت خدمات بهداشت درمانی برای دانشجوها و برای عزیزان توی کارگاه‌ها ارائه میدم. میگم ببینید، خدمات بهداشتی درمانی یک طیف بسیار وسیعه، یعنی کل اقدامات و کارهایی که ما میتونیم بکنیم که بهداشت فرد رعایت بشه و هنوز به بیماری یا به هر مشکل و چالشی که سلامتش رو به خطر میندازه دچار نشه، تا انتهای طیف که فرد بیمار شده و الان نیازمند مراقبت. پس ما با یک بازار گسترده و وسیع سر و کار داریم. فارغ التحصیلای بهداشت و درمان با سطوح مختلف پیشگیری آشنا هستند، یعنی پیشگیری سطح اول، دوم، سوم و پیشگیری مقدماتی. همه این 4 سطح پیشگیری بازار سلامت رو تشکیل میده و یک بخشش برمیگرده به این که ما بتونیم لایف استایل یا سبک زندگی سالم رو توی افراد رواج بدیم. این هم بخشی از بازار سلامته. یعنی قبل از این که اصلا بیماری ایجاد بشه که فرد برای تشخیص یا درمان مراجعه کنه به بازار سلامت، ما یک بخش نهان از بازار سلامت هم داریم که میشه پیشگیری مقدماتی. پس بازار سلامت یک بازار بسیار گسترده است
با مشاغل مختلف و متنوع. فقط کافیه که ما دیدمون رو نسبت به این بازار تغییر بدیم. بعد می‌بینیم که چقدر توی این بازار ما جای کار، رشد و توسعه داریم. دقیقاً آقای دکتر. خب این موارد رو ما توی تکست‌ها و جاهای مختلف می‌بینیم، ولی خب خیلی کوتاه‌بینانه ازش رد میشیم و فقط اکتفا می‌کنیم به اینی که اوکی ما این سطوح رو داریم. از این جنبه فکر می‌کنم خیلی‌ها بهش نگاه نمی‌کنن که خب هر کدوم از اینها فرصت‌هایی برای کار، کسب درآمد یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم، ولی از اون طرف می‌بینیم که افرادی هستن که اتفاقاً فرصت جویانه دنبال اینن که از این فرصت‌ها در واقع کسب سود کنن، کار راه بندازن. افرادی که تحصیل کرده این رشته ها نیستن. همین تازگی بود که فکر می‌کنم نظام پزشکی یه لیستی از افرادی که پزشک نیستن، طبیب نیستن، ولی دارن کار میکنن، دارو تجویز میکنن و اینها ارائه میدن. پس فکر میکنم یکی دیگه از جاهایی که بیشتر و عمیق‌تر باید راجعش صحبت کنیم همین جاهاییه که خب ما نسبت بهش انگار بینایی نداریم، آگاه نیستیم ازش و فکر میکنیم ما اونجا نقشی نداریم. و فکر میکنم ادامه صحبتمون رو ببریم به همین سمت که افرادی که دارن از در واقع دانشگاه‌های علوم پزشکی فارغ التحصیل میشن چه نقش‌هایی رو، چه جایگاه‌هایی رو میتونن ایفا کنن و در واقع بازیگران و نقش آفرینان این در واقع عرصه چه آدمایی ان و چه جوری داره پیش میره. بسیار عالی. ببینید توی بازار سلامت ما یه تعداد بازیگر اصلی داریم. بازیگر اصلی یعنی که رولشون مشخصه و بازار تحت تاثیر کارها و اقدامات اونهاست. یک بازیگر اصلی که ما داریم دولته. همه جای دنیا که جاهایی که بازار سلامتشون و نظام سلامتشون تحت شعاع دولت هست، یعنی که دولت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ورود میکنه، یه بازیگر اصلیمون دولت. بازیگر بعدی شرکت‌های بیمه‌ای هستن. بازیگر بعدی صنایع وابسته به نظام سلامت هستن، مثل صنایع تجهیزات پزشکی، مثل صنایع دارویی. و از دیگر بازیگران این قسمت ما میتونیم به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها اشاره داشته باشیم. و یک بازیگر دیگه هم داره که به تعبیر من حداقل ارباب نظام سلامت حساب میشه. ارباب نظام سلامت میدونی کیه؟ کیه آقای دکتر؟ من این سوال از همه دوستان میپرسم. وقتی میگم ارباب نظام سلامت کیه، بعضی‌ها سعی میکنن که به متولیان اصلی نظام سلامت اشاره کنن. از سیاستگزاران، از دستاندرکاران و مهره‌های اصلی. ارباب نظام سلامت بیمار صابر جان، شخصی که به مرکز درمانی مراجعه میکنه و فلسفه و ذات وجودی اون هست که هر مرکز درمانی و نظام سلامت رو شکل میده. پس یک بازیگر اصلی هم که ما داریم ارباب نظام سلامت یا گیرنده خدمت، که امروز نقشش خیلی پررنگ شده. چرا این نقش پررنگ شده؟ به خاطر اینکه میزان اطلاعات و آگاهیش در چند سال گذشته نسبت به اون خدمتی که داره میگیره، چه تشخیصی، چه درمانی و چه بهداشتی، افزایش پیدا کرده. الان هر فرد یا مردمی که مراجعه میکنن به مراکز حق انتخاب پیدا کردن، به خاطر اینکه با یک آگاهی نسبی از پیش تعیین شده ورود کرده به اون مرکز و میتونه خدمتی رو که میخواد انتخاب بکنه، یا توی مراکز مختلف یا در یک مرکز نوع بسته خدمتیش رو انتخاب بکنه. پس الان یک رول اساسی رو امروز گیرنده خدمتمون داره توی این بازار بازی میکنه و بر عهده داره. خیلی هم عالی. چیزی که تا الان من متوجه شدم اینه که خب یک نگاه سطحی داریم به بازار سلامت، اما اونقدری صنعت و بازار سلامت گسترده است که زیر مجموعش باز وقتی داریم اسم میبریم میگیم صنعت دارو، صنعت تجهیزات پزشکی، صنعت حتی الان زیبایی. یکم راجع به اینا بیشتر صحبت کنیم. بسیار همالی. ببین بذار من از همون دوتا بعد شروع کنم، یعنی از طرف عرضه شروع کنیم بیایم به سمت تقاضا. ببین در بعد عرضه ما تولید کننده ها و ارائه دهنده های خدمات رو داریم. تولید کننده ها میشه اون صنایعی که یک محصولی رو تولید میکنن، مثل صنایع تجهیزات پزشکی یا صنایع دارویی. و وقتی دارم میگم که میتونیم بحث لایف استایل و سبک زندگی رو بررسی بکنیم، صنعت پوشاک و صنایع غذایی هم میتونه به نوعی تحت شعاع اون بازار سلامت قرار بگیره. امروز میبینید دیگه همه دارن به تغذیه سالم اهمیت میدن، به کفش‌های سالم، به پوشاک سالم که بتونه سلامت رو بیشتر تامین بکنه و کمتر به خطر بندازه دارن اهمیت میدن. پس بازار سلامت به اون سمت هم کشیده شده. حداقل یه سایه روی صنایع دیگه هم
انداخته و باید بهش توجه بکنیم. یه بخش دیگه ای از ارائه دهنده های خدمت یا قسمت عرضه میشه مراکز درمانی مشخصی که کارشون تشخیص و درمان، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب ها. پس این یه قسمت از بازار و توی این بخش فرصت های شغلی مختلفی وجود داره و متنوع و بسیار زیاد که خیلیاش رو ما هنوز کشف نکردیم. چرا کشف نکردیم؟ بذارین سریع بریم به سمت تقاضا. ما وقتی میگیم تقاضا ایجاد شده توی بازار، یکم عقب‌تر از این تقاضا ما خواسته رو داریم. چند گام قبل‌تر از خواسته نیازه. پس نیاز اول شکل میگیره وقتی خیلی جدی شد و ما لازم داشتیم که اون محصول یا اون خدمت رو دریافت کنیم، میره به سمت خواسته. حالا اگر هزینه تهیه اون محصول رو داشته باشیم، دیگه میریم به سمت تقاضا، چون الان دیگه پولم تو جیبمون هست، میتونیم بریم خدمتمون رو یا محصولمون رو خریداری بکنیم. برگردیم به سمت عرضه. سمت عرضه چرا بعضی از مشاغل مقفوله و هنوز ناشناخته است؟ چون ما نتونستیم به خوبی نیازها رو شناسایی کنیم و همیشه سعی کردیم پاسخگوی تقاضا باشیم. تقاضا رو عرض کردم، لایه روی نیازه، یعنی اون چیزی که ما تازه داریم میبینیم. پس بعضی از نیازها هستن که در دراز مدت تبدیل به تقاضا میشن. وقتی میتونیم تو سمت عرضه تنوع مشاغل رو داشته باشیم و دیگه بازار سلامت رو بازار کوچیکی فرض نکنیم که بدونیم چقدر نیازهای زیاده نهفته الان وجود داره که تو چند سال آینده تبدیل به تقاضا میشن. عینکمون رو اگر عوض کنیم، با این لنز و با این دیدگاه نگاه کنیم، بعد می‌بینیم که بازار سلامت یک بازار گسترده و فراخه و خیلی کارا رو میتونیم توش انجام بدیم. اگر با این دید نگاه کنیم، فارغ التحصیلای علوم پزشکیمون صابر جان نباید دغدغه‌ای از بابت اشتغال و کارآفرینی داشته باشه. مادامی که به همون مدل قدیمی نگاه کنیم و فقط بخوایم پاسخگوی تقاضا باشیم، بله، محل اشتغال میشه همون بیمارستان، همون مرکز درمانی، همون دانشگاه علوم پزشکی. فکر میکنم کاش این مباحثی که داریم راجعش صحبت میکنیم، نمیدونم تحت عنوان یک واحد درسی در کوریکولوم یا نمیدونم یک واحد، یک کارگاه اضافه‌ای، بچه‌ها از همون ترم اول اگه فکر میکنم راجع به اینا دید پیدا کنن، بشنون حتی و باهاش آشنا باشن، تا انتهای تحصیلشون دیگه یه جورایی فکر رو کردن و در واقع وار و بندیلشون رو جمع کردن که به کدوم سمت حرکت کنن. نه اینکه درس تموم بشه، خب الان من چی کار کنم؟ درس تموم بشه من به این فکر کنم که اوکی من پول اینو دارم که مطب بزنم، مثلا کلینیک دایر کنم یا هر چیزی، یه دی دارن یه دی ندارن و خب اونجا دیگه سخت میشه عملا دیگه. ولی اگه از قبل یک ذهنیت باشه و این فکر در واقع فرصت توسعه پیدا کردن داشته باشه، به نظرم خیلی میتونه اتفاق بهتری بیفته. نیست؟ بله، دقیقاً اون واحد درسی مهارتی که جاش توی کوریکولوم تمام رشته‌ها خالیه، بحث کسب و کار و کارآفرینی. توجه نکنیم که حالا رشته فنی، مهندسی انسانی یا تجربی، امروز باید همه کسایی که توی دانشگاه دارن دانش رو فرا میگیرن، در کنار اون مهارت کسب و کار و کارآفرینی رو هم یاد بگیرن که بعداً توی بازار هم به کسب و کار خودشون میتونن کمک بیشتری بکنن و بهتر رو پای خودشون بایستن، هم میتونن به کسب و کار و اون سازمانی که بعداً میرن به عنوان کارمند، مهندس، پزشک یا هر کسی دیگه توی اون شغل قرار میگیرن کمک کننده و سازنده باشه. دقیقاً دیگه این لنزی که گفتین، این عینکی که گفتین رو افراد فکر کنیم حالتی که افراد مختلف، افراد متفاوتی حالا این لنزهای متفاوت رو هم داشته باشن، خب خیلی به نظرم اوضاع بهتر میشه و از این چالشه شاید خیلی کمتر شه. اما هر چی که گفتیم تا الان رو حس میکنم اگه بلکه ذهن من همش داره راجع به اون فکر میکنه که اگه اینا رو ضرب کنیم در اتفاقاتی که داره میفته، در هوش مصنوعی، در دیجیتالایز شدن همه چیز انگار، خب خیلی این فرصت ها هنوز بیشتر هم میشن. نظرتون راجع به این بخش چیه؟ ببین، اون واقعا آینده پیش روی بازار سلامتی، نه فقط بازار سلامت، کلیه بازارها در سراسر دنیا. ولی ما هم گفتم که ما مستثنا نیستیم از تمام قواعد بازاری و مارکتی که توی دنیا وجود داره و مالی، و به هر حال بازار سلامت به اون سمت رفته و بیشتر هم باید بره از این به بعد، با همون رشته‌های بین رشته‌ای که اون دفعه خدمتتون عرض کردم. ببین، بازار سلامت صابر یه بازار بزرگه، هم به لحاظ گستردگی خدمات که گفتم و هم به لحاظ ترنوور مالی که توی این بازار وجود داره. برآورد میکنن، تخمین میزنن، میگن ارزش بازار سلامت ایران در طول سال
بیش از 40 میلیارد دلاره. حالا بعضی از کارشناسان عددهای مختلفی میدن دیگه، 40 45 50 55، ولی بیش از 40 میلیارد دلار ترنوور مالی و ارزش مالی بازار سلامت ایران در طول یک ساله. پس این بازار کوچیکی نیست صابر جان. و این رو ما باید بدونیم که همون اندازه‌ای که صنایع، تولیدات، معادن و توی کشور ما مخصوصاً صنعت نفت بازار بزرگی است و پولسازه، بازار سلامت هم پولسازه و اهمیتش رو در آینده بیشتر متوجه میشیم. چرا اهمیتش بیشتر متوجه میشیم؟ به خاطر اینکه ما بحث تامین مالی رو داریم توی بازار سلامت. منابع تامین مالی در بازار سلامت از گذشته و از دیرباز بخش زیادش دولتی بوده، ولی امروز دولت‌ها دارن میرن به سمتی که یک ریفرمی رو توی تامین منابع مالیشون به وجود بیارن تو بخش سلامت. بخش خصوصی هم میاد و وارد این بازی میشه. یه بخشی از تامین مالی همچنان از جیب مردم تامین میشه که ما بهش میگیم همون آت آف پاکت یا پرداخت مستقیم از جیب. پس مجموعه این منابع مالی که در بازار سلامت وجود داره یک گردش بسیار پویا و زنده‌ای رو در این بازار شکل میده که حالا این باید سازماندهی بشه، برنامه‌ریزی بشه و بتونیم مشاغل مختلف رو در کنار هم قرار بدیم. آقای دکتر همین گفتگو رو، همین مسیر رو ادامه بدیم. فکر می‌کنیم با این حالا مسیری که داریم پیش میریم چه فرصت‌های تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری یا حتی خلق یه سری ایده ها و استارتاپ‌ها وجود داره با این توسعه‌ای که داره اتفاق میفته؟ ببین من به چند تا قسمت اشاره کردم که گفتیم بازار سلامت فقط تشخیص و درمان نیست. بازار سلامت بخش بهداشت است. خود بهداشت رو اگر ما یک کم بیشتر بهش دقت بکنیم برمیگردیم به بهداشت مواد غذایی، بهداشت پوشاک و بهداشت محیط زیست. این رو ما در حوزه سالمندی، چون ما خیلی مفصل تو حوزه سالمندی راجع بهش صحبت می‌کنیم. محیط زیست یک سالمند رو آماده کردن و ایمن کردن برای اینکه از هر نوع آسیبی به دور باشه خودش یک بازاره. چرا بازاره؟ به خاطر اینکه خیلی از اتفاقاتی که برای سالمندها میفته توی حمام، توی سرویس بهداشتی یا توی خونهشون میفته. این که ما اونجا رو چطوری براشون ایمن سازی بکنیم، ببین جامعه داره به سمت سالمندی میره. این یک فرصته برای بازار. حالا اینو میتونستیم خیلی جداگانه و یک بحث دیگه مفصل راجع به صحبت بکنیم. مشاغلی که تو حوزه سالمندی و سلامت سالمندی وجود داره. پس اون قسمت بهداشت که بتونیم زندگی رو براشون خوب و ایمن فراهم بکنیم یک بازار. سالمندی و سلامت سالمندی یکی از مثال‌هایی که میتونیم توی بازار سلامت بهش اشاره بکنیم. و توی همون بازار سلامت میشه کارهای دیگه‌ای رو هم انجام داد. چه تو بخش دارو، تجهیزات پزشکی یا مراقبت‌ها. امروز با واژه مراقبت در منزل زیاد روبرو میشیم دیگه. هم تبلیغاتش رو داریم می‌بینیم میدانی و همین که بالاخره زبان به زبان از دوستان و همکارانم داریم میشنویم که مراقبت در منزل، هوم کیر و همه این اصطلاحاتی که یک مفهوم داره. این یکی از قسمت‌های بازار سلامت هستش که امروز شکل گرفته. اما در آینده اینکه اتفاقات دیگری قرار هست بیفته و تحت تاثیر رشد تکنولوژی مثل IoT، مثل AI، اینکه ما بتونیم همون سالمندی رو که در منزل تونستیم محیط زندگیش رو ایمن و سالم کردیم بتونیم پایش کنیم، مانیتور کنیم. پزشکش بتونه از راه دور وضعیت حیاتی اون سالمند رو کنترل بکنه. این خودش یک بخشی از بازار سلامته که با رشته‌های میان رشته‌ای، یعنی هم دوستان آیتیمون در کنار بچه‌های سلامت قرار میگیرن، با برنامه‌ریزی که میتونن انجام بدن شرایط و وضعیت حیاتی هر کدوم از این افراد رو کنترل میکنن، برای پزشک میفرستن و پزشک میتونه از راه دور بیمارش رو پایش بکنه. چه اتفاقی میفته؟ میزان مراجعه حضوری و فیزیکی به اون سالمند به پزشک کاهش پیدا میکنه. حالا نه فقط سالمندانا، همه بیمارا به مطب پزشک کاهش پیدا میکنه. بار ترافیکی جامعه کم میشه. اتفاقاتی که ممکنه تو طول این مسیر براشون بیفته کم میشه. معطلی در مطب که موجب یک تجربه ناخوشایند برای بیمار میشه برطرف میشه و این خودش یک بخشی از بازار هستش که توی مشاغل آینده میتونیم به این سمت بریم. بعضی از دوستان استارت رو زدن، شروع کردن، ولی همچنان این حوزه جای کار داره. دقیقاً آقای دکتر، خیلی از دانشگاه‌ها دیدین دیگه استارتاپ ویکند برگزار میکنن یا رویدادهای اینچنینی.
فکر می‌کنم کمتر از 1 سال گذشته بود که یک دانشجوی ایرانی، فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم توی هلند برنده یه استارتاپی، در واقع یک استارتاپ ویکندی شد که باز ایدهش تو حوزه سلامت بود و خیلی جالب بود. راجع به سوژه‌هایی صحبت کرده بود که خب اینجا هنوز شاید خیلی برامون دغدغه نیست و بهش نرسیدیم، ولی خب می‌بینیم که دانشجوها و افراد مستعدمون میرن و این ایده هایی که خب اینجا شاید فرصت اجرا نداره رو جاهای دیگه اجرا میکنن و خب باز از این دست مثال الا ماشاءالله داریم. یه نکته‌ای که دوست دارم راجع بهش صحبت کنیم اینه که خب خیلی ما داریم هی میگیم که بازار سلامت و مخصوصا دوستان اقتصاد سلامتی خیلی کامنت میدن که خب پس عدالت در سلامت کجا قرار میگیره، پس اخلاق پزشکی کجا قرار میگیره. یکم راجع به این اگه میشه یه کوچولو صحبت کنیم که خب ما حواسمون هست که دوستان این توانمندی ها رو باید کسب کنن که بعداً بتونن کسب و کاری داشته باشن، کسب درآمد کنن و در واقع بیزینس داشته باشن و اون جنبه‌های اخلاقی که نیاز بدونیم و راجبش صحبت کنیم رو هم اگه یکم درباره‌اش صحبت کنیم عالی میشه. ببین به 2 تا نکته خیلی خوب و اساسی اشاره کردیم. یکی عدالت در خدمات و عدالت در بازار سلامت و بعد اخلاق. نکته اول عدالته. ببین ما اگر وقتی میگیم که بازار گسترده‌ای هست و همه دوستان رو دعوت میکنیم که وارد این بازار بشن، برای این هستش که بازار از انحصار کامل یا از انحصار خارج بشه. بله. وقتی بازار از انحصار خارج شد، کم کم به عدالت داریم نزدیک میشیم. بازار سلامت چطوری میتونه از انحصار خارج بشه؟ یعنی که خدمات از مراکز استان‌ها و از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای کوچک هم برسابه. وقتی به اون سمت رفت، عدالت در دسترسی رو ما حداقل ایجاد کردیم. یعنی همه هموطنانمون در اقصا نقاط ایران میتونن به یک سطح معمول و متوسطی از خدمات دسترسی داشته باشن. و برای خدمات خیلی دیگه فوق تخصصی و ویژه به مراکز مشخص و به مراکز فوق تخصصی یا مراکز استان‌ها مراجعه بکنن. پس عدالت در خدمات سلامت و عدالت در بازار سلامت و ما وقتی که بتونیم بازار رو گسترده کنیم، وقتی بتونیم بازار رو از انحصار خارج کنیم، تقریباً به اون عدالت میرسیم، حداقل از لحاظ دسترسی جغرافیایی. و چیزی که دربارش داریم هی صحبت میکنیم دیگه، یعنی اینکه همین منظورم اینه که کل محوریت گفتگومون اینه که لنزهای متفاوت، نگرش‌های متفاوت، تخصص‌های متفاوت کنار هم قرار بگیرن، این گفتمانه شکل بگیره که ما میتونیم کارهای دیگه‌ای هم انجام بدیم، نهایتاً به همون منجر میشه دیگه. بله. دسترسی رو عرض می‌کردم خدمتتون که وقتی که بازار از انحصار خارج شد و تنوع و توزیع جغرافیایی خوبی پیدا کرد، ما اول به عدالت در دسترسی جغرافیایی میرسیم. اما آیا همین کافیه؟ نه، یه بخش دیگه از دسترسی و تمکن مالیه. اون قسمت برمیگرده به ارائه دهنده یا تولید کننده خدمات که بتونه هزینه تمام شده خدماتش رو پایین بیاره، در نتیجه بتونه هزینه اون محصول و اون بسته خدمتی رو هم کاهش بده که ما بتونیم به عدالت در دسترسی از لحاظ تمکن مالی هم برسیم. و این وقتی امکان پذیره که همه با همه توانشون، همه عزیزان با همه تخصصها و سرمایه گذارها وارد این بازار بشن، سرمایه گذاری کنن و خدمت تولید بکنن. در اون صورت ما هم دسترسی جغرافیایی خواهیم داشت و هم دسترسی مالی. پس میتونیم به این صورت عدالت در بازار سلامت رو فراهم بکنیم. پس هرچه شفافتر باشه و این فرصت‌ها رو بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم، با آدم‌های مختلف گفتگو کنیم، احتمال این میره که این تصویری که داریم راجبش صحبت می‌کنیم بهش نزدیکتر بشیم. بله، ما وقتی یک تعریف خوب از بازار سلامت و فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در بازار سلامت رو ارائه بدیم، سرمایه‌گذارهای غیر پزشکی هم راغب میشن که به این بازار ورود کنن. وقتی سرمایه گذار به بازاری ورود میکنه، فرصت‌های شغلی ایجاد میشه دیگه. این طبیعیه، تو همه بازارها این وجود داره. و همین ایجاد فرصت‌های شغلی اون حاشیه امنیت رو برای دانش آموخته‌های این رشته فراهم میکنه که حالا دیگه با یک تیپ خاطری خدمتشون رو و کارشون رو ارائه میدن.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. فکر میکنم گفتگوی این اپیزودمون در همون مسیری که داریم تلاش میکنیم اون شفافیت رو ایجاد کنیم، نگاه‌های جدید رو یکم راجع به هر کدومشون سرنخایی بدیم و درباره‌شون صحبت کنیم داریم پیش میریم و این خیلی برای من آموزنده است و اتفاق خیلی خوبیه. اگر صحبت پایانی دارید با دوستان بیننده و شنوندمون در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. اگه بخوام توی چند جمله بازار سلامت رو خلاصه کنیم، باید اشاره بکنیم که خب بازار سلامت یک بازار بسیار بزرگی و پرپتانسیل که خیلی جای کار داره. ما باید از اون بازار سنتی فاصله بگیریم و حرکت کنیم به سمت بازار مدرن، بازاری که امروز با فناوری‌ها بسیار آمیخته است. صابر جان، من چند سال پیش داشتم اشاره می‌کردم، گفتم ما تا حالا با واژه مهندسی پزشکی زیاد آشنا بودیم، زیاد به گوشمون خورده. اما آینده حوزه سلامت میشه پزشکی مهندسی. چرا؟ به خاطر اینکه دانش پزشکی بسیار آمیخته شده با فناوری، با حوزه مهندسی. از مهندسی بافت و بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گرفته تا تمام تجهیزات جدیدی که الان داره مبتنی بر فناوری روز و مخصوصاً مبتنی بر اینترنت و IoT ساخته میشه، این نشون میده که ما در آینده با پزشکی مهندسی طرف هستیم و این بازار رو برای ما بیشتر باز میکنه، فرصت رو برای ورود رشته‌های دیگه به صنعت و به بازار سلامت بیشتر فراهم میکنه و این میطلبه که ما یک ارتباط تنگاتنگی رو بین رشته‌های مختلف ایجاد بکنیم. یعنی دوستان دانش آموخته‌های علوم پزشکی در کنار سایر رشته‌ها قرار بگیرن و بتونن سهمشون رو از این بازار دریافت بکنن. بازاری که گفتم ارزش ترنوور و گردش مالی یک ساله اون بیش از 40 میلیارد دلار در کشور ما تخمین زده میشه. پس بازار بزرگی و سهمی که امروز بازار سلامت داره از GDP ایران میگیره بین 4.5 تا 5% هست. یعنی سهمش از تولید ناخالص ملی سهم چشمگیری نیست، در واقع سهم کمیه به نسبت خیلی از کشورها و این میطلبه که سرمایه گذارهای دیگه وارد این بازار و وارد این حوزه بشن و بتونیم ما از ابتدای به دنیا آمدن یک نفر که امروز با اصطلاح هلس پرسون یا یک انسان سالم توی دنیا ما طرف هستیم، از اون ابتدا بتونیم یک فردی رو سلامتش رو و زندگیش رو پوشش بدیم تا لحظه متاسفانه مرگش. همه اندیشمندا به این اعتقاد دارن و خیلی از بزرگان این رو دارن میگن که یعنی فردی که به دنیا میاد، یک نوزادی که به دنیا میاد، به فرض اینکه این با سلامت کامل آناتومیک و فیزیولوژیک متولد شده باشه، بیشترین سرمایه و بیشترین اندوخته سلامتی رو داره و با گذر زمان هر چقدر که سنش افزایش پیدا میکنه متناسب با اتفاقاتی که میفته که یکیش کهولت سن، این سرمایه هی داره سطحش کاهش پیدا میکنه و تو بازار سلامت و پرووایدرهای سلامت هستن که دارن کم کم تزریق میکنن تا این سرمایه افت نداشته باشه و افزایش داشته باشه. سرمایه گذاری با پولی که حالا یا دولت ها یا خود فرد میده و با خدماتی که دریافت میکنه اون سرمایه رو سعی میکنن سرمایه سلامت رو همچنان حفظش بکنن. پس توی بازار سلامت ما کار زیاد داریم که انجام بدیم و مشاغل مختلفی وجود داره، فرصت‌های بسیار زیادی هم برای کارآفرینی و هم برای سرمایه‌گذاری وجود داره. فقط کافیه که ما به اون نیازهایی که خدمتتون اشاره کردم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. مرسی که دوباره فرصت این رو داشتیم که در خدمتتون باشیم و دعوت ما رو قبول کردید. من هم خیلی خوشحالم صابر جان که یک بار دیگه فرصت پیدا کردم که در کنار شما و همه دوستانم در جامعه پزشکی قرار بگیرم در فضای پر انرژی کد سفید. خیلی ممنونم ازتون. مرسی که ما رو تماشا کردید، مرسی که ما رو میشنوید. امیدوارم که مطالب و گفتگویی که داریم براتون ارزشمند باشه، یادگیری داشته باشه براتون و این تایمی که اختصاص میدید، زمانی که اختصاص میدید برای شنیدن و دیدن پادکست ما براتون آورده‌ای داشته باشه. تلاشمون بر اینه که با آدم‌هایی صحبت کنیم و درباره سوژه‌هایی صحبت کنیم که شاید کمتر راجبش صحبت شده و شاید خیلی باهاشون آشنا نیستیم. ممنونم که اپیزود دوم ما رو شنیدید و دیدید و با ما همراه بودید. در ادامه قراره با مهمانان درجه یکی صحبت کنیم و سوژه‌هایی رو باز کنیم و درباره‌شون صحبت کنیم که خیلی داغ و جذاب خواهند بود. پادکست ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و با ما همراه باشید. تا قسمت بعد
خدا نگهدارتون.